فیلم‌های جنایی ترسناک خوبن، ولی نه وقتی به اینجا برسن. سال 2006 یه دختر به اسم کیسی قرار بود که یه هفته به تنهایی از خونه خالش مراقبت کنه. شب اول دوست پسرش مت و دو تا از دوستاش توری و براین رو به خونه دعوت کرد که احساس تنهایی نکنه. آخرای شب براین و توری به کیسی و مت گفتن که میخوان برگردن خونه، ولی اونا به صورت مخفیانه از در زیر زمین به داخل خونه رفتن، در حالی که کیسی و مت طبقه بالا پذیرایی بودن. براین و توری قصد ترسوندن کیسی دوست پسرش رو داشتن و شروع کردن به خاموش روشن کردن چراغ‌های خونه و از زیر زمین تاریکشون صداهای عجیب غریب در می‌آوردن. کیسی و دوست پسرش جرأت رفتن به زیر زمین رو نداشتن. مت می‌خواست اون شب پیش کیسی بمونه، ولی مادرش بهش زنگ زد و اصرار کرد که برگرده خونه. به محض رفتن دوست پسر کیسی و ترک خونه، براین و توری سراغ نقشه اصلیشون رفتن. به صورتشون ماسک زدن و کم کم از راهپله‌های تاریک وارد خونه شدن. کیسی بیچاره از ترس از جاش تکون نمی‌خورد. براین و توری به محض نزدیک شدن به کیسی اونو با ضربات پشت سرهم چاقو به قتل رسوندن. بعد از پیدا شدن جسد و وارد شدن پلیس به این ماجرا، معلوم شد براین و توری شب قبلش از خودشون فیلم گرفته بودن و جزئیات کامل نقششون رو داخل فیلم گفته بودن و توی ویدیو میگن که بعد از دیدن فیلم اسکریم ایده این قتل به ذهنشون رسیده.